من دوتاشم دو مرحلهشم با همین رنگ میبافم. بیایید این دوتا پایه‌ای که بچه اینجا جا انداخته بودیم قبل پاف، میبینید این دوتا پایه، بیایید دور اولیش یه دونه بست برجسته از رو بزنید، 3 تا پای بلند که بشه 3 تا زنجیره که بشه یه بافت پای بلند برجسته از رو دومی هم یه بافت پای بلند برجسته از رو. بعد میایید دور پاف یه پای بلند برجسته از رو میبافید، بین پاف بین دو تا پاف 2 تا پای بلند میبافیم، دور پافمون یه پای بلند برجسته میبافیم. بعد از اینکه روی پاف پای بلند برجسته رو بافتیم میایم روی 2 تا پایه بعدی رو که نبافته بودیم میگیریم، هر کدوم یه پای بلند برجسته میبافیم. بچه به اینجا که میرسید که یه پای بلند روی ذرتی بافته بودیم 2 تا زنجیره بزنید، یه ذره هم زنجیراتون رو بازتر بزنید، کارو بیارید پشت کار. اینجا بودش یه دونه پای تیز بافتیم، یه دونه پای متوسط کشیده بافتیم. بیاید اینجا یه دونه پای کوتاه ببافید. بچه‌ها ببینید اگر اینجا فکر میکنید با این نگاه کنید، اینجا با این 2 تا پایه خیلی کشیده میشه و کارتون رو به عقب میکشه، 3 تا پایه بزنید. خب من خودم 3 تا میزنم چون نمیخوام کارو بکشه عقب. بعد دوباره بیاید جلو، اینجا 2 تا پایه بلند برجسته روی این 2 تا پایه های جا افتاده، دور پافمون یه پایه بلند برجسته، بین 2 تا پاف 2 تا پایه بلند ساده، دور پاف یه پایه بلند برجسته دیگه، دور پایه های بعدیش 2 تا پایه بلند و اینجا حالا من 3 تا زنجیره میزنم، شما بسته به ضخامت نختون ببینید چی برای کارتون بهتر و قشنگتره که فرم کارتون رو به هم نریزه. اینجا میایم یه دونه پای کوتاه میزنیم، من دوباره 3 تا زنجیره میزنم و برمیگردم بالا. ببینید فرم کلیش باید به این شکل در بیاد، به این شکل. خب یعنی اینجا این یه حالت تی وسط میمونه، بقیه میره پایین. این قسمت اول رج 82 هست. بچه ها ببینید این پشت اینجا یه فضای زنجیره‌ای داشتیم. بیایید یه دونه بست بزنید، 3 تا زنجیره معادل یه پای بلند، کنارش هم 4 تا پای بلند ببافید که در مجموع توی این فضای اول و فضای آخری باید 5 تا پای بلند داشته باشید، ولی وسطی ها رو هر کدوم 4 تا پای بلند. حالا این 5 تا شد. خب ببینید این 5 تا شد. میایم این وسط پافا 2 تا پای بلند بافته بودیم، روی هر کدومش یه دونه پای بلند برجسته میبافیم. خب بعد میایم دوباره این پشت اینجا یه فضای زنجیره‌ای داریم، 4 تا پای بلند کنار همدیگه میبافیم. ببینید اینجا. حالا بچه میرسیم به این بافتی که اینجا زنجیره زده بودیم، رفته بودیم این عقب اتصال داده بودیم، اینو میگیریم با هم دیگه دوتاشو یه دونه پای کوتاه که کار جمع بشه. بعد دوباره این پشت دوباره یه فضای این شکلی زنجیره‌ای دارید، تو اینم 4 تا
پای بلند ببافید. پس چی شد بچه ها؟ اول و آخر رج باید 5 تا دونه تو این فضای زنجیره ها، این وسط ها هر کدوم 4 تا. بعد میرسیم به این پایه های وسط پافا، روی هر کدومش 2 تا پایه داشتیم، روی هر کدومش یه دونه پای بلند برجسته میبافیم. بعد میایم از روی اینا رد میشیم، میرسیم این فضای زنجیره‌ای پشت. 4 تا پای بلند توی این فضای زنجیره‌ایمون میبافیم. خب این 2 تا زنجیره رو ببینید اینا از هم جداست. 2 تاشو با هم میگیریم، یه پای کوتاه میبافیم تو فضای زنجیره‌ای. بعد این پشت 4 تا پای بلند میبافیم و دیگه ادامه کار. ببینید چه شکلی میشه. بکنید این رژه 83 هست، قسمت دوم 83. این دیگه ببینید روی این فرم بافته میشه، 4 طرف هم تکرار میشه. ببافید، هستم کنارتون.